کریستیانو رونالدو اسطوره فوتبال وارد عرصه یوتیوبری شده و یه چنل یوتیوب زده. اون هدفش از این کار رو نزدیکتر شدن به طرفداراش اعلام کرده و ما به عنوان اولین چنل دوبله ویدیوهای رونالدو قرار امروز براتون ویدیوش با همسرش با عنوان کی بهتر جواب میده رو با دوبله کاملا فارسی براتون بذاریم. برای دیدن ادامه ویدیو با من همراه باشید و let's go action. نمیتونم بگمش. چه آشفتگی. من امروز با خودم جورجینا رو دارم. بزنید بریم سراغ بازی آقا یا خانوم. بریم که ببینیمش. یه چیز خیلی جالبه، اونم اینه که رونالدو خودش چند وقت پیش توی مصاحبه گفته بود که پسر من وقتی پیج زد پیجشو بستم و گوشیشو ازش گرفتم به خاطر اینکه مجازی چیز خوبی نیست، نمیخوام خیلی زیاد درگیرش شه و اینا. و الان خودش چنل یوتیوب زده و شاید براتون جالب باشه، ولی رکورد مستر بیست رو که هنوز نزده ولی داره میزنه، داره نزدیک میشه. توی 1 ساعت نزدیک 1 میلیون ساب داره میگیره و با این روندی که پیش گرفته شاید نتونه به مستر بیست برسه یا رکوردش بزنه، ولی خب میتونه خیلی نزدیکش شه. سوال سختیه. آهنگ مورد علاقه؟ اونا زیادن. داشتی چی میگفتی؟ این آخرین آهنگی بود که از این کلیپ ضبط کردی. خب که چی؟ اوکی، هر دوی ما شکست خوردیم. خیلی خوب. ولی من آهنگ مورد علاقه ندارم، تعدادشون چون زیاده. هر تابستون یکی رو پیدا میکنی و بعدش سر من و جونیور رو درد میاری. آره خودت میدونی. 1-0. بله 1-0. ولی چرا اون برنده شد؟ خب من میخوام این بار رو یکم بهت راحت بگیرم. نه، وقتی ما همون ملاقات کردیم ماه جوان بود. نه. آره من بردم. چه فاجعه‌ای. من نمیتونم بگم. از بچه های ما. این خیلی آسونه، بذارین جفتمون حدس بزنیم. 1000%. چه فاجعه‌ای دختر. خیلی جالبه. رونالدو و دوست دخترش یه چیزی نزدیک 8-9 سال با همن، یعنی از سال 2015-16 و هنوز خیلی چیزای ساده رو راجع به هم نمیدونم، مثل رنگ مورد علاقه و جالب بود به نظرم. چیزی؟ عزیزم ببین کفشای من چه رنگی هن؟ آره ولی این سفید عزیزم، تو اینو میدونی. بی‌انصافی. این منو نمیشناسه. من بردم نه؟ 3-2. What? Bro, what are you talking about, man? اون همیشه میخواد که برنده باشه. یه نکته راجع به رونالدو وجود داره، اونم ذهنیت برنده اونه که دوست داره تو همه چیز برنده باشه و اصلا براش مهم نیست این مسابقه دوستانه است، فوتبال نیست، فقط برد دوست داره و این اخلاقشو خیلی خوشم میاد. راستش نمیدونم. نه تو باید صادق باشی. کی بیشتر؟ من سوال متوجه نشدم. جواب برای منه و برای تو اینطوریه. من اول زدم. اصلا من نمیفهمم این کاربرد این چراغا چیه دقیقاً، چون که همینطوری مینویسن و این آژیرا اصلا به دردی نمیخوره، ولی خب شاید به دردی میخوره ولی من نمیدونم. هر حال امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما یادتون نره برای دیدن دوبله‌های بیشتر چنل ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و هر پیشنهاد و انتقادی دارین تو کامنت واسم بنویسید. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدید و پیس اوت.